سلام، خوش اومدین به ولاگ روز اول سفر به دریاچه گریبالدی زیبا. برای روز اول ما قراره این مسیر که 10 کیلومتر و 1000 متر ارتفاع داره رو کوهنوردی کنیم تا برسیم کنار این دریاچه خوشگل و اونجا کمپ کنیم و شب بمونیم. اما روز دوم که تو ولاگ بعدی براتون میذارم میخوایم از کنار این دریاچه تا بالای اون کوه که علامت زدم و بریم که مسیر تقریبا 15 کیلومتریه و دوباره نزدیک 1000 متر ارتفاع داره، اما بی‌نظیر و فوق‌العاده است. پس حتما ولاگ بعدی رو از دست ندین. برای که داریم میریم اومدیم بر اسپری بگیریم. البته این چیزی بود که از اول این کمپ ها اینا باید می‌داشتیم، ولی دیگه برای این سفر قطعاً باید بگیریم. حالا این انواع اسپره های خرس هست، قیمتاش تو رو خدا بدبخت برای خرس 80 140 میگه، گفت پسر این یه ذره ضعیف‌تره 65. میخندم گفتم یعنی این ضعیف‌تره رو بگیرم. خرس همچنان منو میخوره، این اثر نمیکنه. قویشو گرفتیم دیگه، قویشو گرفتیم بریم به جنگ خرس. برای این سفره که قراره مثلا 2 روز 3 روز یا مثلا اینجوری ها توی کوه باشی و فقط یه کوله پشتی میتونی داشته باشی که همه وسیلاتو با خودت ببری، خب خیلی باید وزن چیزایی که میبری و مینیمم کنی که مطمئن شی به شونت فشار نمیاد. و اصلا حالا جدا از وزن، حجم و جای کوله پشتیت هم محدوده دیگه. برای همون این مدل غذاهای خوب ببینید، این الان پلو گوشت آلماس مثلا گفته که برنج با گوشت. این خشک خیلی هم سبکه ولی قیمتش خیلی بالاست دیگه. مثلا این $20 تقریبا $19 برای یک نفر که این مدلیه که درشو باز میکنی، توش آب جوش میریزی و میذاری 10 دقیقه 15 دقیقه میمونه، بعد میشه مثلا یه وعده غذایی. حالا این مثلا پلو گوشت من پاستاشو دیدم، پاستاشو خوردم، اینا بد نیست دیگه، یعنی در حالت عادی خوشمزه نیست ولی تو اون حالت و تو وسط کوه و با اون گرسنگی و خستگی خلاص اومدیم غذای سبک بگیریم. غذای سبک بگیریم که وزنش کم باشه. نودل دیگه چی؟ نودل که بعد تون ماهی باش میکس میکنیم. این سبد ماست، نشون بده. کالباس، کیک، آسه پک شده سبک، نون این شکلی. اینا باید بسته بندی بشه. دوباره یه ذره کیک برای صبحانه. نودل و وسط کوه میخواد کمپانی نودل سازی بزنی. هنوز داری برمیداری؟ 2 تا بیف دیگه، 2 تا بیف، 2 تا والا قراره 2 روز به نودل زنده باشی فکر کنم. 3 تا دیگه. نودلی 50 سنت. کارو داریم با $5 در میاریم. نه این واقعا نودل بهترین غذا از لحاظ حجم و هم سیر میکنم، خوشمزه است، هم سبکه. وسیله رو داریم کم کم آماده میکنیم. اینجا گذاشتیم که بعد کولا بچینیم. یعنی هدلامپ خیلی ضروریه. این برای آب که بتونی از آب رودخونه ها مستقیم بخوری، این آبو برات تصفیه میکنه. هم خیلی سبکه هم خیلی خوبه برای اینجور سفرات. اسپری خرس گرون. اینو فقط ببینید تو رو خدا، قهوه جوش آهنی زنگین ایمان میخواد به خودش بیاره. باید هم که شکلات و تنقلات ها. اینم همه ظرفمونه و گاز و بشقاب و قاشق چنگالام و همه چی تو همین هست. جا نمیشه وقتی مجبوری از تمام فضای تو کولت استفاده کنی. قهوه جوش این زیرش پر است. داریم چیپس میذاریم. نه عزیزم دیگه، مردم دراگ جا ساز میکنم ببین ما چی هست. واقعا ما به جای دراگ به جای مواد مخدر چیپس آقای سیبیلو جا ساز کنی. تو چی کار میگی به من داری؟ چند کیلوه؟ چجوری من ببینم؟ چیز گذاشتی تو سنگین نه به خدا دیگه پرتر شد همه چیز. مثلا بیا 8 شسته. شما بگو 9. 8 شسته. ما میگیم 9. حالا کیف شما؟ به خدا ای سنگینش کنی عادی باش. 13 و 6 خر بارکی چه 13 و جسام ببینم. خب میخواستی چی؟ خب
خودت برو. برو. Let's go. خب Let's go. ارزش کارم. اینقدر کولش سنگینه بازم از ادا اصول در آوردن دست. خب دیگه بریم. این وضعیت ماست. خب ماشین رو پارک کردیم، کولا رو انداختیم. فقط ببین چقدر آب از دو بر تو کوله من گذاشته این آقا. برو بریم. زنگوله خریدیم به دست بردار سر اشغال میخور. خوش هیچ خیلی بغلش آب گذاشته. هیچ صدایی نمیده. الان که فرسیه 3 کیلومتر 48 دقیقه. ساعت منو دیر زدم. های 3 کیلومتر قرمز و عرقی، داغ، حرارت. کیلومتر 3 و خورده ای، نزدیک 4. توته؟ توته من کیت کیکمونو پشتم خیس عرق شدم. چقدر دیگه داریم؟ 5 کیلومتر 4. خب آدم های دیگه هم توی هایک هستن. هر 2-3 دقیقه هم ایمان بی تربیت هی میگه آقای خرس. من زنگولم به خودم آویزون کردم. Let's go. فقط 3 کیلومتر دیگه. 2 ساعته داریم میایم. 745 متر هم الیویشن گین کردیم. پا تو نگاه کن سنگای چیز. به آب طبیعی. باطلامون رو پر میکنیم. میخوای اون باطل دیگر هم پر کنی؟ آره. بیا. اللهم قبول باشه. 7 کیلومتر. 2 ساعت و ربع. 771 متر الیویشن. برو بریم. اینجا رو رنگ آب. به 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 چقدر قشنگه. به واقعا یونیک. 8 تنها 1 کیلومتر دیگر فرصت باقی است. بریم. مسیر یه مقدار سبال و بور شد. رسیدیم به صخره نوردی. اینو باید بریم بالا. 10 کیلومتر رو ما باید تا الان میرسیدیم کم، ولی مثل اینکه چون آب اومده بالا باید از مسیر صخره‌ای می اومدیم. خیلی سخت شد. ایمان داره با این آقای چت میکنه، حرف میزنه و اینا. من اصلا دیگه درون حرف زدن و ارتباط برقرار کردن هم ندارم. آلمسته. رسیدیم. ببین کمپ سایت ها رو. ساعت و 25 دقیقه اومدیم. 9 و 90 کیلومتر.
تقریبا 950 مترم ارتفاع تا رسیدیم به این منظره. واقعا ارزش داره، فوق العاده است. نظر شما چیه؟ عالی. We made it to the campground. ما تونستیم. ولی پاره شدیم. نه خیلی خوب بود. حالا باز میگه براتون خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. Destination unknown. ولی نستپ اینه که تمام مواد خوراکی و چیز میزا رو جدا کنیم، مطمئن شی که هیچی جا نذاشتی و بعد داریم ستاپ میکنیم دیگه. این از چادر خیلی باحاله، قشنگ فضای حالت خصوصی. الان میان اوردرهای غذامون هم میگیرن. آره بریم توی چادر رو ست کنیم و بریم کنار دریاچه برای اینکه غذا درست کنیم و غذا بخوریم. بچه‌ها ببینین این یکی از بالیشتامونه، من خیلی ازش راضیم. اینو تازه گرفتیم. ببین کلا که اینقدر خیلی کم حجم، بعد که درش میاری قشنگ رویش نرم و سر نمیخوره و اینا. بعد قشنگ از اینجا چند تا بادش میکنیم، بهت الان نشون میدم پر شدش. خب این الان به این صورت باد شد، خیلی خوب. بعد این بندم داره که بره توی کیسه خواب فیکس شه که هی سر و اینا نخوره. یکی از نکات خیلی واجب برای اینجور هایک اومدن ها، کوهنوردی ها، اینه که حتما دمپایی با خودتون بیارین که این موقعی که دیگه میخواین تو کمپ سایت باشید و کفشاتون رو در بیارید و جوراباتون رو در بیارید، بتونه پاتون ذره هوا بخوره و استراحت کنه. وضعیت ما رو ببینید، پر خاک. خب اینجا برای اینکه شب خرس نیاد و دستش به غذا نرسه، آدما میان کیسه هایی که غذای بودار، حالا اصلا غذای بودار هر چیز خوراکی و هر چیز بودار، حتی خمیر دندون، حتی مثلا کرمی که بود داشته باشه رو باید اینجا اینجوری آویزون کنن که دست خرس نرسه و خرس رو جذب نکنه. من دقیقا روبروی لیک. چقدر بامزه است. ای خدایا، ویوشو ببینید. مگه داری؟ خب قرار شام بخوریم توی این منظره. خب ایمان میخواد منیو امشب رو برامون توضیح بده. پپرونی chicken bread special bread chips چی؟ پنیر ندیگه میشه special پنیر avocado ketchup شم و گل و پروانه. شم آوردیم، نوتلا که الان نیست. به به، مرسی عزیزم، بهترین تراش. ترکیب طلایی، آووکادو، پنیر خامه‌ای، 2 مدل کالباس آووکادو، چیپس روش، نونمو بذار روش بابایی، و لیر آخر. خب عزیزم خونه رو یه جارو بزن. شام خوردیم. منیوی دسر داره. واو. خب قرار چای بخوریم. چای اسپشال، نه هر چایی. باز کن ببین این وسیله کمپمون رو ببینین چقدر پکه. این لیوانامونه که توی لیوانمون، بیا اینجا، توی لیوانمون هم چیپسه، بریزین توی چیپسا. این دوتا ظرفایی که توش غذا بخوریم و اینم قابلمه. این گاز، تهیه گاز کو؟ ماکروفرمون کو. تهیه گاز اینجاست. اوکی، این روی اون همونطور که همکارم به شما نشون میده سوار میشه.
به این صورت. مراحل آماده سازی چای. نه اونو خاموش کن. داره تولید محتوا میکنه. عجب چایی. خب زنگ زدم از رسپشن هتل برامون 2 تا مسواک کن. شرکت هواپیمایی ایرلاین ترکیش ایرلاین زنگ زدیم. با تشکر از ترکیش ایرلاین عزیز که برای ما خدمات مسواک و خمیر دندون رو در این منظره فراهم کردن. حالا الان ما باید مسواکمون رو هم اینجا بزنیم. ازم خمیر چون حتی خمیر دندون به این کوچیکی هم بو داره و نباید توی کمپ ببریم. درش خب خمیر دندون باز شد. آره ازم. خب دیگه به مشکل خوردیم. خدا لعنتت کنه ترکیش ایرلاین. باز نشد. این حتما نصفش داره میاد. از اینا داره که از این یاد قدیما. آره درشو به فنا دادم. وای ایمان تو پخشش کردی. نگاه کن با دندونت. ببین آدمه یه سنگ و یه آدم بی‌عقل. وای ایمان همین یه دونه خمیر دندونه. فکر کردم کاغذ رو. بچه‌ها بدبخت شده مسواک خالی میزنی. نه باز شد. خب ان شاءالله که باز. اوف داره میاد. خیلی خوب. خب اون یکی رو بکش مثل پرچم جمهوری اسلامی. نه دیگه برو از کیسای ما رفت. یکی تمام کولش رو گذاشته. سرود جمهوری اسلامی رو بخون. خدارمون چیندی. کیسه خواب ایمان و بالشتش. اینجا یک چاقو خفن چنگ‌کاری باحال گذاشته کنارش که مثلا خرس اومد با این چاقو بره به جنگ خرس. بعد اینم اسپری خرس وسطمون که از هر سمتی اگه خرس حمله کرد اینو برداریم سریع دفاع کنیم. و این بالیشت من و کیسه خواب، کوله ها هم که این پشت و این پایینه. حالا اینو ببین تو ای. اوپس. خب ببین با این تیکش میکنم. اگه به هوش باشم البته. یه ذره دیگه چیزی بذار رو خودت از ترست. آره حفاظت از توه. ببین من آخرم بیهوش میشه تا خرس ببینه همه اینا بیه از ترس باشه اینو بگشم بزنم تو چشت. وضعیت ما رو ببین تو رو خدا. سینمای چادری. بعد از بجای شبه فیلم ها رو دانلود کردیم که اینجا آنتن نداره. هم دیگه اینجا شباش دیگه تاریک میشه کاری نمیشه کرد فیلم بده.